میگهش بیست که نزدم که سرم چهار دسته خیلیش نزدم که میگی ایده شاطق درجش جگرش میزنه شما که ادرو جگر میکاف همون جبه هلاکت میرسه. محمود دولتوف 10 ساله خواننده صنف چهارم مکتب 101 دهه سوخدیان در شهر وحدت روز 19 اکتبر در نتیجه زنوزنی با خواننده دیگری همین مکتب ففتیده است. والدان محمود میگویند حادثه در حدود مکتب رخ داده است و پسر آنها را خوانندگان دیگر با یک بچه 1 سال از او کلانتر جنگ انداختند. فایلش میکنن پیش همین حجت خونی مکتب برانشه میگن قطعه میشه پی قطعه اون بچه خلاصه جنگشون میمونن در سرش میزنه مشقتی که می غلطی جنگونش میگه که چی استودی بزن شوخی او میگه نزن هرچند او میگه بزن چی استودی. خواننده ای که والدان محمود او را در مرگ پسرشان عیبدار میدانند در صنف 5 تحصیل میکند. نامناسب وی در اختیار میگرند مدیا هست اما به دلایل اخلاقی از ذکر آن خودداری کرده می شود. در حالی که والدان محمود رخ دادن حادثه را به مکتب ربط میدهند، خیرالله محافظ مکتب گفت زنوزنی بیرون از حدود مکتب صورت گرفته است. این محافظ افزود حادثه روز شنبه رخ داده و خواننده ففتیده استراحت داشت. زدگیم ایدر جورج برامدگی های بوده که من میره آبا کجا ایدر بیرو بودم مادر نگاه نکنه های بیکی. کرسی که محمود روی آن می نشست تا هنوز کسی دیگری از همسنفانش آنجا نمی شیند. فاطمه سیتامова آموزگار مکتب و رهبری صنفی که محمود آنجا تحصیل می کرد گفت به احترام خواننده ففتیده‌اش آن کرسی را خالی نگه می دارد. وی از حادثه چنین یاد می آورد. دایرکتور تلفن کرد که همینطوری حادثه شده. بخیر دکتر بالنسا بیو. و من اینجا اومدم مکتب پرسیدم که گفتن طلبه شما های من حیران شدم که طلبه من روز درس نیست برای چی اومده باشه. صرف نظر از دعواها و پاسخهای جانبها به دست میگرند مدیا سندی رسید که از آغاز سنجش در رابطه با حادثه مذکور گواهی میدهد. سنجش از سوی شعبه کارهای داخلی شهر وحدت هنوز 21 اکتبر شروع شده است. پدر خواننده ففتیده گفت با گذشت بیشتر از 1 ماه سنجش حادثه به جای نرسیده است و کسی به دادشان نمیرسد. این مرد مهاجر مهنتی است و زمان رخ دادن حادثه در روسیه بود. وی برای گروچوب پسرش از مهاجرت فوراً برگشته است. در وقت نماز عصر میخوندم بیگاهی بود که ساعت تقریبا ساعت 4 اویلا زنگ زد که محمود جان بچه تا کشتن. رئیس کمی خدار مردم خیس ماجو سرم تو خود چرخ زد. همین خوند رستیم خب مرد رو وادگی خوند بود خب مردم جمع شدگی من انتظار بودن. پیوندان خواننده‌ای که والدان محمود او را در مرگ پسرشان عیبدار می‌کنند روز 19 نوامبر حاضر نشدند با خبرنگاران صحبتی حضوری انجام دهند. سعید بیگ ساکن دهه سوخدیان شهر وحدت که خود را پدر خواننده با محمود زنوزنی کرده معرفی کرد در صحبتی کوتاه تلفنی گفت همه چیز را مقامات می‌دانند. والدان محمود برای پسرشان نقشه ها می‌کشیدند و از او امید زیاد داشتند. حالا تنها عدالت می‌خواهند. فتح‌الدین دولتوف گفت بجز محمود 3 فرزند دیگر دارد ولی جای او را هیچ کدامی از فرزندان پر نمی‌کنند. بچه دیگریم محمود گیران میکنن تفرام میکنن دادا کی میبینه کم وای گفتم که راستی رفتگی بعد میبیا هوای بوار کده کی میبیا همه چت دادنش نمیدونم